أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس زبان عربی را با عون و یاردم الله تبارک و تعالی از مستوای یکم و درس زبان عربی شروع میکنیم انشاءالله. این مستوای یکم می باشد و این درس یکم هست. اینجا نوشته شده است که الدرس الاول، یعنی که درس یکم. در داخل قوس هم رقم یک را نوشته کرده است. الدرس الاول یعنی که درس اول، درس یکم. درس یکم درباره کلمه هذا می باشد. هذا، هذا این اسم اشاره می باشد. اسم اشاره که به این اشاره میکنه که این. هذا معنایش این. و این هذا یکم برای مذکر هست، یعنی که مردانه هست. مرد را با این اشاره کرده می شود. هذا که گفتیم یعنی که مرد است، به طرف مرد اشاره کرده ایستادیم، یا که آن چیزی که مردانه هست. همچنین هذا برای مفرد می باشد، یعنی که برای یک کس. یک کس باشد اگر هذا گفته می شود. و باز برای قریب هست. هذا برای قریب است. وقتی که نزدیک باشه با ما میگیم که هذا، یعنی که این آدمی که به ما نزدیک هست. باز هذا برای عاقل و غیر عاقل هست. عاقل و غیر عاقل یعنی که برای انسان و غیر انسان. هر چیزی که مردانه هم باشد اون را با هذا اشاره کرده می شود. مثلا میگه که هذا قلمون. قلم مرد نیست، لیکن کلمه قلم علامت زنانگی ندارد، علامت تأنیث ندارد. از این حساب کلمه هذا را استفاده میبریم. پس هذا برای همین چیزها استفاده برده می شود و این درس ما حالا درباره هذا هست. پس میگه هذا، در این خانه را میبینید، زیر خانه میگه که هذا بیتون. در این نوشتجاتش کمی خطا هست. اگر کتابی کسی در خطا باشد اگر اصلاحش کند. اون چیزی که میگیم درست اون هست. یعنی که هر چیزی که از زبان بنده شنیدید در این باب درست همون هست که حالا من براتون میگویم. هذا بیتون، این خانه است. هذا بیتون یعنی که این خانه است. اشاره به قریب است. هذا بیتون یعنی که این خانه است. هذا مسجد، این مسجد هست. هذا باب، این در است. در خانه یا در هر چیزی که باشد، در. هذا کتاب، این کتاب است. هذا قلم، این قلم است. هذا مفتاح، این کلید است. هذا مکتب، این میز است. هذا سریر، این کت است. هذا کرسی، این کرسی می باشد، یعنی که استال می باشد. پس این بود کلمه هایی که در اینجا براتون پیشنهاد کردیم. اینها باید حفظ کرده شود. و همچنین معناهای هذا را گفتیم اینه که در جا استفاده برده می شود. هذا اون را همچنین در یادتون، در ذهنتون باید داشته باشید. پس میگذاریم با کلمه ما هذا. ما هذا یعنی که چیست این. ما هذا معنایش که چیست این، یا با ادبی اگر ترجمهش کنیم این چیست. برعکس ترجمه میکنیم این چیست. ما هذا، این چیست. در اینجا نوشته شده است در پایان راست برابر خانه، رسم خانه را میبینید. نوشته است که ما هذا، چیست این یا این چیست. هذا بیتون، این خانه است. هذا بیتون، آیا این خانه هست. معناش آیا. هذا همون کلمه ای که گذاشته میشه، یعنی که این. بیتون خانه میشود. هذا بیتون، آیا این خانه است. نعم هذا بیتون. نعم یعنی که بله، آره، بله این خانه است. در اینجا نوشته شده که ما هذا، این چیست. هذا قمیص، این پیراهن می باشد، یا ما و شما کرته میگیم، این کرته می باشد. هذا سریر، آیا این
کت است. لا هذا کرسی. نه این کرسی می باشد. لا معناش نه خیر، یعنی که نه می باشد. و تا که ما شما نه میگیم، هیچ بگید که این همون چیز است، میگیم نه. به عربی می شود لا. لا هذا کرسی. نه این کرسی می باشد، یعنی استال می باشد. اهذا مفتاح. آیا این کلید است؟ لا هذا قلم. نه این قلم می باشد. ما هذا چیست این؟ هذا نجم. این ستاره است. این ستاره است. نجم ستاره را می گویند. پس در اینجا تمرین ها می آید. تمرین، تمارین. تمارین جمعی تمرین می باشد، یعنی که مشق. تمارین یعنی که مشق ها. تمرین رقم 1. تمرین الاول، یعنی که تمرین یکم. تمرین الاولی، تمرین یکم. در اینجا میگوید که ما هذا چیست این؟ و این صورت رو که شما در اینجا میبینید و در بالا که ما و شما این را خواندیم که این به عربی مفتاح میشود. کلید یعنی که مفتاح. ما هذا در جوابش میگوید که هذا مفتاح. و اینجا میگوید ما هذا در روبرویش کتاب ماندگی است. پس شما میگوید که هذا کتاب، یعنی که کتاب به زبان عربی همچنین کتاب میشود. پس میگوید که هذا کتاب. و اینجا ما هذا در روبرویش میبینید که قلم ماندگی هست. قلم همچنین به عربی هم قلم میشود. پس شما میگوید که هذا قلم. و اینجا ما هذا یعنی که چیست این؟ و در روبرویش میبینید که در هست. پس شما باید در اینجا بگویید که هذا باب. باب یعنی که در. باب با عربی در باب می شود. هذا باب یعنی که این در است. و در اینجا میگوید ما هذا این چیست؟ در روبرویش خانه است. شما باید به عربی بگویید که این خانه است. پس میگوید هذا بیتون. این خانه است. و در اینجا میگوید ما هذا در روبرویش استال ماندگی هست. استال به عربی کرسی می شود. پس شما باید بگویید که این کرسی است. میگوید هذا کرسیون. این استال است. و اینجا تمرین دوم هست. تمرین دوم ده همچنین ما و شما را سوال میکند، میپرسد. میگوید که اهذا تمرین ثانی، یعنی که تمرین دوم. میگوید که اهذا بیتون. آیا این خانه است؟ در روبرویتون چی است؟ مسجد هست. پس به زبان عربی هم همچنین مسجد میگویند. پس شما میگوید که لا هذا مسجد. جواب میدید که نه این مسجد است. و در اینجا میگوید که اهذا مفتاح. آیا این کلید است؟ در روبرویش میبینید که اینجا کلید نیست بلکه قلم هست. پس شما میگوید که لا هذا قلم. نه این قلم است. و در اینجا میگوید اهذا قمیص. آیا این پیراهن است یا کرته است؟ در روبرویش میبینید که کرته است. پس شما میگوید که بله این کرته است. به زبان عربی میگوید که نعم هذا قمیص. بله این کرته است. و در اینجا میبینید که میگوید اهذا نجم. آیا این ستاره است؟ وقتی که میبینید در روبرویش ستاره است، شما در جوابش میگوید که نعم هذا نجم. بله این ستاره است. و میگذاریم به تمرین رقم 3. در تمرین رقم 3 میگوید تمرین ثالث، یعنی که تمرین رقم 3 میگوید که اقرأ واکتب، یعنی که بخوان و بنویس. اقرأ واکتب، بخوان و بنویس. پس میگوید هذا مکتب. این میز است. هذا مکتب یعنی که این میز است. هذا مسجد. این مسجد است. هذا قلم. این قلم است. هذا سریر. این کت است. ما هذا چیست این؟ هذا کرسی. این کرسی است. هذا بیت.
آیا این خانه است؟ لا هذا مسجد. نه این مسجد است. ما هذا؟ چیست این؟ هذا مفتاح. این کلید است. و این بود تمرین. این تمرین رو اصلا باید شما خودتون بخونید و خودتون ترجمه بکنید تا اینکه در ذهنتون بماند. پس در اینجا میگه که من هذا، گذاشتیم به دیگر کلمه، کلمه من، یعنی که این کلمه به تاجیکی کیست می شود. من کیست. من در زبان عربی را اسم استفهامش میگویند. اسم استفهام یعنی که اسم است که با این طلب فهمیدن کسی بیان کرده میشه. من هذا یعنی کیست این، تو میخوایی که با این کلمه بفهمی کی بودن همین شخصی را که اشاره اش میکنی. و همچنین من برای عاقل می باشد، یعنی که برای انسان استفاده برده می شود. من برای عاقل استفاده برده می شود. برای مرد و زن کلمه من استفاده برده می شود. پس من هذا یعنی که کیست این، یا با ترجمه برعکسش بکنه می شود که این کی است، این کیست، این ترجمهش می باشد. و در زیرش میگوید که من هذا کیست این. در پایین ببینید میگه که هذا طبیب، این طبیب است، پزشک است یا دکتر، این دکتر است. در اینجا میگه من هذا کیست این، اشاره به این کسی که پیراهن دراز در تنش دارد، این را اشاره کرده. من هذا کیست این. در پایین ببینید نوشته است که هذا ولد، این کودک است، این پسر است. ولد گفته کودک یا که پسر را میگویند، بچه را ولد میگویند عرب ها. پس میگه این کودک است یا که این پسر است. در اینجا میگه که من هذا کیست این. هذا طالب، این طالب است. ببین در دستش سنکه است و این را میگوید که طالب است. و بعدینش اهذا ولد، آیا این کودک است. این صورتی که از این طرف میبینید این رو میگه آیا این کودک است. در پایان گفته است که لا هذا رجل، نه این مرد است، یعنی که کودک نیست بلکه جوان مرد می باشد. لا هذا رجل، نه این مرد است. و در اینجا میگه که ما هذا، صورت رو ببینید صورت مسجد است. پس همچنین خودش جواب داده است که هذا مسجدن، مسجدون، این الفش زیادی است و خطا است. هذا مسجدون، این میگوید مسجد است. اشاره به مسجد کرد و پرسید که این چی است. گفت که هذا مسجدون، این مسجد است. در خط دوم میگوید که من هذا کیست این. میگوید که هذا تاجرون، این تاجر است، یعنی که بیزنسمن است، سوداگر هست. هذا تاجرون، تاجر گفته سوداگر را میگویند، بیزنسمن، این تاجر است یعنی که سوداگر هست. در پایان این میگوید که و هذا کلب، این سگ است. ببینید در این پاره صورت سگ را آورده است. عربا سگ را کلب میگویند. پس این اشاره کرده است که هذا کلب، این سگ است. و در اینجا میگوید هذا کلب، آیا این سگ است. زیر این صورتی که روپرویش هست ببینید میگوید آیا این سگ است. در پایان میگوید که لا هذا قط، نه این پیشک است، گربه است. ببینید این بالاگیش سگ بود، پایانگیش سگ نیست، گربه است یعنی پیشک است. از این حساب میگه که لا هذا قط، نه این پیشک میباشد، پیشک است. در اینجا میگه هذا حمار، این خر است. این گوشای دراز درازش معلوم است که این خر هست. پس میگه صورتی که روبرویش هست خر، میگه هذا حمار، این خر است. و در بعدینش میگه که هذا حمار، آیا این خر است. در جوابش میگه که لا هذا حصان، نه این اسب است. ببینید در بالا این صورتی خر بود، در پایان این صورتی اسب است. از این حساب در جواب گفت که نه این اسب است. حصان گفته اسب را میگویند. همچنین فرس اسب را میگویند، حصان اسب را میگویند. و ما هذا، و چیست این. هذا جمل، این شتر است.
ببینید صورت شتر هست، از این حساب گفت که هذا جمل، این شتر است. ما هذا چیست این؟ در روپرویتان صورتی خروس می باشد، میگوید که هذا دیکن، این خروس است. هذا دیکن، این خروس است. دیک گفته خروس را میگویند، پس این میگوید خروس است. من هذا کیست این؟ اون کسی که در پیش پرده برای طالب ها یا که برای درس گیرنده ها نوشته استاده است، همون رو میگوید که این کی است؟ در جواب میگوید که هذا مدرسون، این مدرس است. اینجا مدرسون کردگی است، خطا می باشد. مدرسون، مدرس درس گوینده. یا مدرس که باشد، مدرس گفته این طالبایی که در پیش هسته اینها را گفته می شود. مدرس یعنی درس گفته شده. درس گفته شده می شود که کسی که درس گفته شده است، لیکن مدرس است زیرا که قصد استاد است. مدرس گفته استاد را میگویند. هذا مدرسون یعنی که این مدرس است. اگر که این طالبان میشید البته میگفت که هؤلاء مدرسون، یعنی که اونها درس گفته شده ها هستند. اگر که طالبا در نظر که می بود این طور بیانش میکنه، لیکن اینجا ده مدرس است. مدرس یعنی که درس گوینده، استاد. در اینجا میگه اهذا قمیص، آیا این قمیص است؟ یعنی که آیا این پیراهن است، کرته است؟ در جواب میگه که لا هذا مندیل، نه این مندیل است. مندیل روی مالچه را میگویند. روی مالچه یا هر آن چیزی که دست رو پاک کرده می شود اون را مندیل میگه. دستات پاک میکنی همون را عرب ها مندیل میگویند. میگه که لا هذا مندیل، نه این مندیل می باشد، یعنی که روی مالچه می باشد. این روی مالچه است. پس تمرین رقم 4، در تمرین رقم 4 میگوید که اقرأ واکتب، یعنی که بخوان و بنویس. بخوان و بنویس. در یکم میگوید که ما هذا، کیست این؟ هذا قلم، این قلم است. ما هذا چیست این؟ کیست نه. من هذا میشید کیست میشید، لیکن ما هذا یعنی که چیست این؟ هذا قلم، این قلم است. در دوم میگوید که هذا کلب، رقم 2 را نگاه کنید میگه هذا کلب، یعنی این سگ است. در رقم 3 میگوید که من هذا کیست این؟ هذا طبیب، این طبیب است، یعنی که دکتر هست یا پزشک است. در رقم 4 میگوید هذا جمل، این جمل هست، یعنی که شتر هست. رقم 5 میگوید هذا کلب، هذا را الفش حذف شدگی است، شما خودتون میتونید که بگذارید در کتابتون اگر نباشد. هذا کلب، آیا این سگ است؟ لا هذا قط، نه این پشک است. در رقم 6 میگوید که هذا دیکن، آیا این خروس است؟ در جواب میگوید که نعم، یعنی بله، آره. رقم 7 میگوید که هذا حصان، آیا این اسب است؟ میگوید لا هذا حمار، نه این خر می باشد. و در رقم 8 میگوید که هذا مندیل، این روی مالچه است. در رقم 9 میگوید هذا ولد، آیا این کودک است؟ در جواب میگوید که نعم، بله این کودک است. نعم یعنی که بله، آره. و در رقم 10 میگوید من هذا، کیست این؟ در جواب میگوید که هذا رجل، این مرد است. رجل گفته مرد را میگویند. پس این هست تمرینی رقم 4 و این بود همچنین درس ما و شما، درس یکم از مستوای یکم. به عون و یاردم الله تبارک و تعالی این درس ها را به سمع شما خواهیم رسانید و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم. و همچنین برای کسانی که این حرف را نمی شناسند و خوانده نمی توانند برای اونها رساندنی هستیم که بر روزهای نزدیکی ان شاء الله برای شما همچنین درس های حرف های عربی را هم پیشنهاد بکنیم، از حرف الف با تا ثا شروع کرده تا با یکدیگر جمع کرده و نوشتن و خواندنش ان شاء الله برای شما پیشنهاد میکنیم در روزهای نزدیک. و همچنین کسانی که میگویند که اینها
حرکت ندارن، یعنی زیر و زبر و پیش ندارن و اینها را چی طور ما خواندنش را یاد بگیریم، برای اینها هم رساندنی هستیم که انشاءالله کمی از این درس ها به پیش گرفتیم. درس های گراماتیکای زبان عربی یعنی که صرف و نحو را به سمع شما انشاءالله خواهیم رسانید. لیکن کمی از این درس ها پیش رفتیم پسان، زیرا اینکه اونها به زبان عربی هست. کمی لغت عربی را از خود که کردید انشاءالله درس صرف و نحو را همچنین به سمع شما میرسانیم. و این بود درس امروزه ما و در اینجا درس را به پایان میرسانیم و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.